خب اومدیم به یه ویدیوی دیگه. تو این ویدیو قراره چیکار کنیم؟ یه ایده متفاوت کینگ آوردم براتون. موینیپور میدونی که طرفدار زیاد داره. حالا قراره ما چیکار کنیم؟ موینیپور پرو مکس درست کنیم. چجوری؟ بیزنسمون رو نمیدونم. مسافری مگه باره چه؟ ما قراره چیکار کنیم؟ قراره موینیپور رو بگیریم با چیزای دیگه بهترش کنیم، خفن‌ترش کنیم. مثلا چی؟ نمیدونم. الان ما بریم خریداشو انجام بدیم. هم هر چی به ذهنتون آقا الان مثلا یه کاری دارم باید یه چیزی ما تو ذهنم. ما میشیم سربازان موینیپور. وظیفه‌مون پیدا کردن چیزایی که موینیپور خوشمزه می‌کنه. آقا تموم شد. من الان موینیپور میخوام درست کنم. این حق اختراع داره. فودیکوپور نشه. ایده بیزینسی از این خفنده داری اصلا. فودیکوپور بیزنس. بریم خریدا رو انجام بدیم زود برگردیم خونه دوباره. خب اما باید چیکار کنیم؟ الان بچه‌ها پخش شدن. فکر کنیم که مثلا چیکار میشه کرد که این خفن‌تر شه. حالا به موینیپور به چیش معروفه؟ موینیپور به چیش معروفه؟ به اون شکلات بینش. ما بیایم این مغز شکلاتش رو بیشتر کنیم. حالا اومدم اینجا من نوتلا گیرم میاد. نوتلا که گیرم نمیاد ولی میندلا من خوشمزه نیست. من نمیگیرم. آقا باید یه حالت میکس با موینیپور درست کنیم. نظر چی بهش حساب کنیم؟ ببین پرواز قراره طول هر چیزی که انتخاب کنیم رو هر چیزی که ببین پرواز ضرر مایی وارد بشه. پرواز از نظرم انتخاب کنیم. مثل چی؟ این مالکی بعدیشونه واقعا به ذهنم میرسه یه چیزی که خفن ترش کنه ولی مارشمالو تو ذهنم بود. بعد مارشمالو رو بزن تو فر حاجی مسموم کنی فرودو. من بچه‌ها رو داده خوردم جواب نمیدم اسمش. خوش بچی فربادم میکشه. ببینم من قدیم بچه‌ها نمیدونم که دارن چی کار میکنن. یه وایسا الان ما هر چی برداریم به حساب تو و خونه‌ها یه کیسه برنج نشستم به در نگاه میکنم. داداش قرار نیست به من ضرر بزنی. چی قرار نیست بگی ضرر؟ ببین پولشو تو میدی چی بخری؟ نه آره نمیشه همین توت فرنگی با نوتلا باشه موینیپور توش نباشه. کره بادون زمینی رو با کرم کاکائو اینو میزنه. یه دونه این سس شکلاتی هم بگیریم ببریم خفن میشه. ببین من نظرم اینا بگیریم چون حالت سسیه اینطوری. چنده؟ بالای 100 تومن میگیری. صادق خریدای خونه‌ش هم داره انجام. واقعا نمیدونم چی بدارم دیش. یه چقدر دیش جا میشه کلا اینقدر کیکه. میدونین چی میگم؟ یه سری چیزا هست این نوک‌چیزات بچه بودیم باش سیگار می‌کشیدیم. جوشور منظورته؟ نه توش شکلات داشت. بیا ببین چی پیدا کردم. قطعنی زمستونی کادو در میاره. من اسمم دیگه چیزی نمیتونم بهش اضافه کنم واقعا. یعنی هر چی که فکر می‌کنم و برداشتم. زنگ محمدیلا بزنم که دیگه بریم. خب بریم سراغ درست کردن موینیپورمون. 2 تا موینی داریم. آقا محمد با چی گرفتیم برای پرو مکس کردن غذامون؟ این موینیپورمون سس کارامل داریم، مارشمالو، کیس نه اسمارت کیس. این همونی که محمد به عنوان یه چیز دراز از تو سوراخ به طرف میگفت داری یا نه. حسنی زمستونی توت فرنگی داریم، نوتلا اورجینال ایرانیان ورژن. سلام خدمت دوستان عزیز، خدمت آقای ساتیار هستیم برای بزرگترین همایش موینیپور جهان. برنامه شما برای موینیپور پلاس ما چی هست؟ قرآن ورزش قرآن. شما برنامه دارید بین موینیپور چی بزنید؟ من خواهم یه دونه از اینا بکنم توش توت فرنگی بریزم. الان بریزم روش. خب دوستان گزارش ما از موینیپور تموم شده. ایشالا که ببینیم برنده مسابقمون کی هستش. ریدم با این گزارشگریم. حالا ببینیم که چی داریم در انتظارشون. فرباد وحیدینیا فودیکوپور. برنامه من چیه آقا؟ نفری یه دونه چاقو دارید. تیم شما تیم ما. خب آقا ببین اول تو باید نصف النهار مبدا سات جناب بوش خود دقیقاً بلدیات بلد نیست. نصف النهار مبداشو پیدا می‌کنی. اورشو میدی تا ته. مالوان واسه دقیقه با این مشکل خود موینیپور. آقا ما میایم چیکار می‌کنیم؟ اینجوری که خالی می‌کنیم. ما نیاز به یک اسپیسی داریم. فیزیکال کوچیکه من در عذابم. الان فوق چیز دیگه کوچیک نمیشه زادی جون. مثلا مثل دلش خیلی ضعیف. مثل چاقوش. ما یه اموتیو فنی خوردیم میگه نرفتم استودیو. چه رامو نه. من استاد دارم. دقت کن به من.
یا اینو اضافه چرا رنگش فرق میکنه؟ نگاه کن حالا ببین تیرگش چیه؟ اینو میذاری اینجا خدایی قبول داری که نه توت فرنگی‌ها رو خب میخوام اینجوری مکعبش کنم. سالاد شیرازی طور میخوام درست کنمش میدونی؟ اینجوری ما چی داریم اینجا؟ مرشملو ببین اینجوری میاد. آقا ببین کار من اینجا چه جوریه؟ اینکه این برمیگرده اینجوری رو این کارا نگاه کن تو. این تازه تموم نشده. نه الان ما اینجا میایم سیخ میزنیم سیخ میکنیم. برای این تکنیک باید اول تصور کنید که 13 به در. خب ببین نیت خیلی مهمه تو آشپزی. فکر می‌کنی 13 به در داد میزنی ساکی جوجه رو بردار بیا کجاست؟ برای همین با اون کانسپت وقتی بهش فکر می‌کنی اینا میگه کباب این محصول مناسب کباب کردن نیست. اگه مارشمالو رو بزن تو فر. الان وقت سس فرمنده. هیچ روش نمیشه. ساتی‌ها دلوز بقا دلش می‌کنی. خب آقا کارو آروم نم. خب آقا بریم برای تمیزکاری و نتیجه رو نشون بدیم. خب این دو تا دونه موینی پور پرو مکسمون تموم شد. البته فوتی موینی پور نیست، فودیکو پوره. ها؟ موینی فودیکو پور. فودیکو موینی پور. اول مثلا من قیافه‌ها رو بهتون دونه نشون بدم. این کار ببینید رو جلد نباید کتاب قضاوت. بچه‌ها تو کامنت ها نظر میدن قیافه کدوم بهتر شده. قبوله. بریم برای برشش. آقا کارو بگیر. تستش اینجوری اول کلاهشو بنداری. رم نیست. چرا جدی من از شما بزنم یکم. خدایی میشه تو کافه سرو کرد. سطح جناب گوش شد. دقیقا بلد نیست. خدا بود. من میخوام نظر فیلم بردارم بشه. به جز اینکه فک درد میگیری چطوره؟ آقا اینو تست کنیم سریع. بعدا فیسش خیلی قشنگه. واقعا فیسش قشنگه میخوام بگیرمش. ادامه میکنم اینا میخواد جیجی بزنن دهن. اینا هم خودش خوشمزه بود. ظاهره که قرار بچه‌ها بگن. تمام جفتشون اوکی بودن. یکیشون توت فرنگیش خیلی مزه بود. خدای آره. یکیش یه خورده مزه بستنی زمستونی و مارشمالو بود. مارشمالوش. به نظرتون کدومش میتونه واقعا به معنی واقعی موینی پرو مکس باشه؟ تا 3 میشورم تو 3 نظرتون رو بگید. اوکیه؟ 3 2 1 بابا این خیلی بهتر بود. جفتشون خوب بودن. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین. لایک و کامنت و شیر و فلان و بهمان و بزمان فلان کامنت و ویدیو رو بعد از بفرستید کامنت بذارید که دوست دارید پرو مکس چی رو دیگه درست کنید. میتونه پرو مکس بعدی اون چیزی باشه که شما گفتید.